رقص مست عالی انصاری در عروسیش در لندن. شوهر دوم عالی انصاری کی است؟ عالی انصاری چی تاریخ عروسی کرده بود؟ تازه ترین ویدیوها از محفل عروسی عالی انصاری که اصلا باورتان نخواهد شد. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. عالی انصاری هنرمند خوش صدا، خوش سیما، ناماشنای افغانستان، یک تن از هنرمندان موفق و محبوب کشور است که این روزها نامش در میان هنرمندان جوان کشور گل کرده است. عالی انصاری کارهای هنری خود را به طور رسمی و مسلکی در سال 2016 در افغانستان با اجرای کنسرت‌های مختلف آغاز کرد. در آن زمان عالی انصاری تنها آهنگ‌های محلی را بازخوانی می‌کرد، اما جدیداً عالی انصاری با تمامی هنرمندانی که برای وی پیشنهاد آهنگ دوگانه می‌دهد اجراها دارد و آهنگ‌های دوگانه عالی انصاری هم در میان مردم افغانستان گل کرده است. عالی در یک خانواده هنری دیده به جهان گشوده وی در کشور لندن با همسر اولش زندگی می‌کرد، اما به دلیل اختلاف‌ها بر سر موسیقی عالی انصاری وی از شوهر اولش جدا شد و اکنون تازه ترین تصاویر عالی انصاری در صفحات مجازی درج کرده است که وی به بار دوم با یک مرد افغان در کشور انگلستان عروسی کرده است و تازه ترین تصاویر عالی انصاری در صفحات مجازی از لباس‌های سفید و لباس‌های نکاحش در میان مردم افغانستان غوغاهایی را برپا کرده است. من هم آرزوی موفقیت و خوشبختی برای این هنرمند موفق و با استعداد کشور خود از بارگاه عزت منان خواهانم. دوستان و همراهان عزیزم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقه‌مندان عالی انصاری به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضو شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای هر یک از شما خوبان آرزو دارم. تا درود دیگر امتان را به لای منان مسپارم. شاد و موفق و کامگار باشید.